من عزیزای دل در سرگاهی سرحدهای دهه‌های اماندره و یوری قرار دارم. خواستم که از همین یوری یک بار با اماندره گذرم، یک تیر و دو نشان شود، زیرا خیلی خسته هم شدم. من با همین با عزیزای دل و دیده یوریگی خیر خوش کردنی هستم و السلام علیکم میگویم با مردم سربلند اماندره. حاضر نوکک از کوههای دهه یوری برآمدیم. میخواهم که به جانب شما فرامده باشم. خسته شدم، باز به دل نگیرید یگان کم و کمبودی های ما را. برخی از شما مرا میشناسند، در سامانه های اینترنتی فعالیت میبرم، از کوه و کوهسار، از طبیعت های بهشت‌آسا، از منطقه های دهات جای ها نوار میکنم، وارد اینترنت میکنم. آن شخصانی که یکمین مرتبه مرا میبینید باز نگوید که این شخص بیگانه در این جایها چیکار کرده گشته است. بیگانه نیستم عزیزای دل، اینجا وطن من هم هست. از دهه دشت قاضی هستم، از جماعت دهات یوری، از همین آبروی وادی زرافشان، تاجیک و تاجیک زبان نوار بردار هستم، عکس بردار، در توی و معرکه ها خدمت میکنم. برادر عزیز سید محمد گرچنده که در غریبی هستند خواستند که ما رو به برادرشان همراه کنند. ما مصلحت کردیم، مشورت کردیم، تقدیر نکرد. من زیرا که از کوه یوری برآمده و به کوه های شما فرآمده ایستادم، ما را به یاری و برادری خود قبول کنید، نوارهای ما را پیگیر باشید، در توی و معرکه های خود دعوت کنید تا آمده و خدمت کرده باشیم. رفتیم نوارهای ما را تماشا کنید. فراموش کردم، نامم امید است. کدام وقت در کدام یک صحنه گروه غریب شو گفته بودند که عیب مونه عیب گورسویت گفتن. به همین خاطر امروز هم عیب مونه عیب به همراهی. ما فهمیده بودم که اماندره یک سوی دراز و یک سوی کلته دارد. نمیدونم که به سوی کلته فرآمده ایستادم، به سوی دراز فرآمده ایستادم. شاید که چیزهای اساسی و لازمه در اون سوی مونده باشد. من از همون سوی که یان یوری هست از همونجا فرآمده ایستادم. اگر همراهدار میشدم حتما هر جایی که میگفتند و هر جایی که خوب و نغز برای نوارگیری میشد من میرفتم. البته مایده قریب نزد آب رسیده ایستادم. اکنون مجبورم خیلی نشه میشم. نمیدونم تا اون دمی که از نزدم یگان انسان یگان شخص برآید و من پرسم در بالا یک چند تا آشتان میگویم. نمیدونم شما چی میگید. آشتان و هیزم هم خیلی چیزا دیدم. حتما از اون چوپان ها است اما خودشون نیستن. نمیدونم کسی رو نمیبینم. در یک کوه فراخ و وسیع یک خودم هستم. نمیدونم دیگر خیر خدا خیر ره دیگر به فکرم پرابلم نداره. ره نماییده ایستاده است که اونقدر شخ و شخبوره نیست و من ره فراموده انگلیم کنی با چی گپ است. اماندره. دهه اماندره در ساحلی راست دریای زرافشان دورتر از شهر پنجکن در مسافه 20 کیلومتر جایگیر است. محبوب و عزیز و افتخارم اماندره، آشیان امید فیض و برارم اماندره. من در بر تو آرمیدم مثل لاله، دشت و چمن و باغ و بهارم اماندره. من خاک تو را سرمه به چشمان سازم، ای مادر جان روح و روانم اماندره. مهتاب اگرچه شب تار را بفروزد، خورشید و مه و برق و شرارم اماندره. سعیدی غریب را دلش هر دم زند گم، در آرزوی رویت دیارم اماندره.
سهراب حسینов. در جماعت دهاتی اموندره دهه اموندره زرین رود مایکتا صفا بخش خوجه غریب روج روت ترکی روج خوجه پنج وارد می شوند. مردمی زحمتکش و مهنتکش اموندره در کوهسار خود باغات‌ها تشکیل کردند. برخی از این باغداران کوهی دهه اموندره اینها می باشند: رحمانов رحمت، عمرov برات، شیرov اکتم، نوراللهیv مرادالله، امکی سلیمان، تلایف سید مراد، عمرov الفت، سیدov بزرگخان، مرادov محمد رجب، مرادov ادهم، امکی اسرار، تاجی مراد، بازارov دوستعلی، اسرافیلov استم، اسرافیلov اسحاق بای، محمد شریف و دیگران. مزارهایی که در دهه اموندره وجود دارد خوزیمت عطا، بورسک عطا می باشد. مکتب رقم 32 به نام ایشانجانov عبدالغنی در دهه اموندره فعالیت می کند. پهلوان‌های دهه اموندره که نام اموندره را در عرصه وادی و در عرصه جمهوری نام برآوردند: عمرعلی پهلوان، بامیرزا پهلوان، رحیم پهلوان، فاتح پهلوان، بحرالدین پهلوان و مبارکشاه پهلوان می باشند. منطقه های کوهی دهه کجک، سرنوه، بورسنوه، تاکدار، چولاقک، شراک، باغچه، عقابخانه، سوخته خوردی، باشخانه، خیر خوزیمت، سای آبدار و دیگران می باشند. نام های منطقه های خود دهه باشد: قشلاق نو، خوش توکل عطا، نمازگاه، ایستگاه زلال الدین، کوچه به نام جنگاور اینترنشنالیست شیرov برادبای و دیگران. ای پسر خواهی اگر روحی پدر شاد کنی، ای پسر خواهی اگر روحی پدر شاد کنی، خانه ویران شوی هم گوری و آباد کنی. خانه ویران شوی هم گوری و آباد کنی. چو میرم آب از چشمت مریزم، مرا بر تربتم هر سو نالان. به وقتی زندگی پرسی که چونی، مرا بهتر بود از چشم گریان. به وقتی زندگی پرسی که چونی، مرا بهتر بود از چشم گریان. ای کوهی بلند تو را کمر می باید، ای فرزندی عزیز تو را پدر می باید. هرچند عمد به دیده هاش بردارد، ای دو دستی مبارکی پدر می باید. هرچند عمد به دیده هاش بردارد، ای دو دستی مبارکی پدر می باید. هر سال نبودم و مزارگان اینجا نبودم. بودو کم نیست. اینجا میداری ها؟ اینجا میداری.
سیبو هم هر سال هم میخوام انداختم یا ما حالا نازک کوخه هم تیز برمیان زده همون شیلنگی ابولام بگین شما ده ها کی گور کرده بوده نه 500 این زردولی این سرخ خیالم ولی خام این ولی هم تو رنگ کور میکنم این زردولو غلطی از جانور این خیالم این درخت همین سال اختر میوه دید تلخش که فیلم چی نه دو کوشه بود از جاوره شمال داری دیگه شمال بکنشون رسو شمال شد اولبولو هر سال میشود میاد و همین سال مینا اینا میشون کورش این که هم راست این تو گنده ریخت است کو شمال باید ریخ اسپین نکریم زده گفتم با این شیرینی میکریم این بعدی بارون فاج میشد است نکیم این عجیب بالاش چه خیال میته دمک شیلان و شیلان هی اونجا بود اصلا سرگرم دین همین سرگرم الاف با شیلان میره خیلی راه اورگه شیلانگ نکیم شیلانگ خیلی راه اورگه هزار صد متر دیگه وا 1 کیلومتر ها 1 کیلومتر زیاد است این تو سیو ناز انداخته سی نگفتن امونت که امروز 21 ایونی سال 2022 است ما در کوههای دهه‌های یاری و اموندره قرار داریم عین حال در کوههای دهه اموندره هستیم اینجا سوی خوردک بوده است خردترش بوده است اون طرف سوی درازتر روزی اینجا از همین اون طرف سوی دراز میگذاریم که ببینیم با چیا دارد و چیا نه اینجا ها میوه‌هاش توتاش عین پخته نشده است سیاه‌های باید زمین دیدن نمیشه اما قدر ریختگی که تا بس گفتنه این سال خودش سال میوه بود سال 2022 تمام نمود میوه بود در وادی زرافشان در نظر دارم همه نمود میوه هست این حالا ناب پختن سر کرد که من نیمه سبز سفید حاله زور پخت از میگی دستو سیاه نکنیم با کدوم نگذاریم در بالای دستو سیب کنیم سالی چند باز باخت رو سیدم گفتم که از سالی 93 هم قریب 30 سال شده است مال برات پناتون وقتا پناتون وقتا یک جمع تشکر رحمتی کلام را مال ها وایدی ها این با میگره دیگه جو شینوندا بودم خا این بوخچی ناده به حساب یاماگا چوما کم شینوندا بوده گدا چوما کم شینوندا ها برام دیگه تر شینوندی کچینی چیکشی اینه شما دونا کاری دیده و برامدایش میگیره دیگه جو کوچات کار ای رحمت رحمت الاف چند سوتی کاری دیگه هستید بیدا 40 سوتیق این بالا چی این جو می چی من نشناختم من الگی جودار میگیم بانده نمیشه دی خا این بخوز این بالا چی کاری دیگه اینجا چی میخواد گفتم من یک توک منم یک 18 کنده توک 70 دونه وایشون میکنم بودم الگی نمیدارم واسه میش نیست
زمستون گو میخوره. زمستون چی میخورد؟ گو. آه. اما این میدان ندارم. گو. نازم. او همه قدر تمام ده ها؟ تربتون تربی چند؟ 76. میگفت او میگه. همه قدر زمین همش با امید همی آبا؟ خیلی می نمی. و شلنگ دیدم خیلی زحمت کردی آمدگی بود است باند شخو و کتی و هم تو مینا مودونه که خیلی زحمت طلب میکنن. البته. یولا کردی کات فرونده. رفتم میگرده او. اوره بره جوی نکنه دیگه شوته میبره بعد دیگه ها؟ فهمو. دیگر خیلی او خوبه. ما با ترجمه میگن شما چی میگن؟ اونم ترجمه میگن. نه دیگه سوال من نمی ترجمه. امین ها. نه بازمی من نمی‌کنی کرد. توی ویش نزمی ویش نمی. فراخ. نگو. شکل نیستا. شده. چرا رشته میبرد یا؟ رشته نمونه دیگه نمیچکه مخکم میشه. این هم گوچه‌اش مون گوساله چه همینا؟ هم تو ببینید هم خیر بفرمود درخت نرفته رو من پیانیش. وای. هم تو ریب را. هم تو ریب. اش. نه جای اساسی در اینجا بوده جای اساسی در اینجا بوده است دیدن این سایی درازی گفتگیشون انا همین سایی بوده است روی فهمیشتی من هم از بالا عمیق بود خودش که درازش کدام و کوتاهش کدام عذاب بود از اینجا گذشتن اینجا پس تکک بوده است که من گذشتم حاضر بودم که چوبون نزدشون میریم بپرسیم که چی گپ و چی کار از کجا فرایم چی خیلی کنیم که بالا همش نماید این جوی کلانش اینجا بوده است دید همونجا یک رنگ مزار بانی تافت آسازی من در اکرام بینم که کجا رفت کجا همونجا ده کجا همونجا کروچی یا مزار بانی تافت آس از مریم خدا خواهد این هم سخت مهنت کردین که باغدار عزیز اینا فقط سرکه انچی؟ فقط سرکه انچی اینا؟ نه در نظری ما سرکه توفتازه یه وجود می ای؟ ها؟ آواز فهمه دیگه بیا که کجا با؟ طرفای سایرو بده کروچی طرفای سایرو وارو برامدگی من شش خط برامدم خماری گنگ برامدم اون طرفی فراب و ماغیان و غیزن و اونجای تمام برامده رفته در همینجا سه تا شاخ بوده است من این شاخ حصارک میگفتیم اینجا شاخ حصارک شاخ میانه اون طرف دیگه شاخ گواره بوده است
نمیده جوی اومده بعد توربو رفتگی این چیزا هم خیلی می‌نماید خیلاها زحمت زیاد طلب میکند باور کنید نه این چیزا آدمی کردگی و دیدگی میدوند من گرچند کردگی نیستم در بسیار جاها دیدگی هستم زحمت مردم و اون طرف گذشته با جوی و با شلنگ رفتگی از جوی باور کنید مهنتاتون راحت شود مردم عزیز هموطنای گرامی در هر منطقه ها چی نام بوده باشن از جوهای ما واقعی چی میگویم واغنیچ است واغنیچ من نمیدونم یگان فایده داشته باشد نداشته باشد اما من فکر میکنم ضرر ندارد چون که این بسیار مردم ما میخورن اگر ضرر میکنه چه وقت و اینجا سرگاه آخران باغ‌های همین منطقه است بالای دیده چقدر بارون زداست گلدار زده در طرف عقبه من این آبم بینه چقدر سیاه به همین خاطر از همین جا من عاقب چنگ نکنم اگر نمیشد بفکرم ببینه چقدر زداست